در مسکو زادگان منطقه قفقاز شمالی روسیه با گروهی از زادگان مهاجران آسیا میانه برای ثبت نام قلبکی زن و زنی کردند. در این باره تلگرام کانال باز خبر داد. بنا به اطلاع نشریه، در جریان زن و زنی که در نزد آشخانه فکوسنای توچکا سابق مکدونالدز که در کوچه زلینادولسکا در منطقه کوزبینکی در حوزه جنوب شرقی مسکو رخ داده است، یک شهروند ازبکستان با ضرب کارد زخمی شده است. جریان حادثه را بعض چنین تصویر کرده است: 3 نفر از ازبکستان با دوستانشان برای بررسی مسئله اجرت ثبت نام به اینجا آمدند. آنها به آدمان ناشناس اجرت ثبت نام فرمایش داده پول هم دادند، ولی ثبت نامشان قلبکی برآمده است. از این رو آنها طلب کردند که پولشان را برگردانند، ولی بحث لفظی خیلی زود به زنوزنی گروهی و کاردزنی پیچید. یک شهروند ازبکستان از شکمش زخم کارد خورد و داخل اجرتخانه آشخانه فکوسنای توچکا در آمده پنهان شده است. طبیبان او را از داخل اجرتخانه گرفتند، خبر داد بازه. در عموم به اطلاع این نشریه، در پی این زنوزنی 15 شهروند ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و همچنین 5 زاده چچنستان، 3 نفر از داغستان و 1 زاده جمهوری کبرده و بلقار را به پلیس آوردند. از همه بیشتر در این ماجرا شهروندان ازبکستان آسیب دیدند. یکی از آنها زخم کارد خورد. نسبت به 2 نفر دیگر با اتهام می دفباشی و ویران کردن ترتیبات و ورود به روسیه پروتکل ترتیب دادند، گفته می شود در خبر. موردهای افزاینده زنوزنی‌ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغرانه و ویران کردن ترتیبات جمعیتی، از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بی‌رحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.